با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبت کتابخوان است و امروز یک مهمان خوب در برنامه داریم و من مطمئن هستم که تماشابینان برنامه کتابخوان ایشان را میشناسند و همصحبتمان هستند استاد قربانی صابر. استاد با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دیگر بار دعوت رو پذیرفتید و اون از صحبت‌های قبلی هم که سال سپری می شود و مردم زیاد می نوشتند. با برنامه کتابخوان خوش آمدید. چه حال و احوال دارید؟ این وزید ما به شما زنگ زدیم در درس هستید، یعنی همزمان با کارهایی که میکنید درس میدید. عاشق درس هستید استاد؟ یعنی چی است براتون این درس دادن؟ یکی از بگیم کارهایی که خیلی دوستش میدارم درس دادن است. احتمال من اگر که سمت هنر نمیرفتم اول که شاید باغبان میشدم، اما اگر باغبان هم نمیشدم میخواستم که همه وقت یعنی یک کسی را دستش گرفتن، یک کسی را یعنی هدایت کردن، تیله کردن سمتی که صراط المستقیم سوی خدا برام کنده است. خدا به حالتان و تمام پیامبرانی که آمدن و تمام آنهایی که بزرگ بودن واقعا معلم بودن استاد، معلم بشریت بودن و درس گفتن و درس دادن. استاد پیش از اون که در باره موضوع اساسی ما که این در باره فیلم پایتخت است و سر و صداها و هنگامه ها هم در شبکه اجتماعی با وجود آورد و خوب هم پذیرفته شده است صحبت کنیم، میخوام یه سوال پاسخ بدید. سوال این است که یک روز یک شام در یک طربخانه قربانی صابر، یک هنرمند شناخته کشور، بلند می شود و تلفن در دست میخواد از زبان مادری حمایت کند، از زبان ملیش حمایت کند. و یه بحث هم در جهان امروز سر میزند که ملیگرایی چیزی خوب نیست، ملت پرستی چیزی خوب نیست، ولی در عین زمان میبینیم به فرهنگ، به زبان دیگر ملت ها تهدید میشود، تا جای از بین میرد و فشار خیلی زیاد است. اما لحظه را میخوام بفهمم استاد که چیز این چیز شما را جوشاند، یعنی این ناراضیت شما را با وجود آورد و اعتراض شما را با وجود آورد. همچون یک هنرمند، همچون یک نفر آگاه در یک کشور مثل 100 نفر میتونید خاموش خوراکتان بخرید و برید، اما چیز همین چیز شما را وادار کرد؟ شما فکر کردید که کسی شما را میشنود، جامعه به این درک این موضوع میرسد؟ میخواستم اون حالت استاد بگید که چیز شما را با وجود شوران در این موضوع نه بجوش آورد؟ بله، این مسئله هست که نمیتونیم خودمون کنار بگیریم و دور نادیده بگیریم و گاه ها مثلا همین بخصوص من کنایم طرف زیایی ما هست که یکیش من هستم، اگر زیایی گفتم ممکن باشه من، یعنی همه وقت از همین مسئله میگریزیم، نادیده میگیریم، یعنی میگیم که خب آیسته آیسته خوب میشود. اما مثلا من وقتای آخر از بس که خب خدا رو شکر یک ماشین هم داریم که این طرف اون طرف میگردیم، چون که سریع از اینجا رفتن کار، اونجا رفتن کار، دوبلاژ، اینستیتوت، تئاتر، کینو. برای وقتی که با ماشین میگردی از این مسئله ها کنارتری. در کوچه میبینی که نمیبینی که مثلا احترام زبانی مادریت نگاه نمیدارن، خب از این چیزا میگریزی. اما همه وقت در ذهن آدم هست، چرا مغازه میداری میبینی که مثلا خوب نیست، یعنی چیزاشون روسی نوشته است. در بازار میبینی که دو تاجیک میانی هم صحبت دارن و باید زبان غیر، و این چیزا آدم عصبی میکنه، میخوای دورتر بستی. خب آرزو میکنیم که خب یک روز خوب میشه، همه میفهمن، اما اون روز یعنی من گریخته بگیم از خودم، از وجدانم، و نواربرداری یک فیلمی کوچک بود و رفتیم اونجا. خب خیلی بی‌آدابی بود. مثلا شما همونایی که مثلا اعتراض کردن و مثلا خصوص آدم اونایی که اعتراض میکنن و حق دارن، اونا نه، اونایی اعتراض میکنن که حق ندارن، این حقشان نیست، حقوق ندارن از این چی دفاع کنن. میگن که این بچه ها دانشجو بودن، اینقدر مثلا مثال های میارن در کنارش میمونن که رحم به همون بچه نکردی، رحم اونا یک بریدنانشان موندن و فلان این چیزا رو. دل آدم میخواه غش کنه، میخواه آدم خچه بدرن، بگو که ای اور نمک، ای بی انصاف، ای اور، ای آدم، چخیل ممکن است همین چیزا ندیدن، چخیل ممکن است.
مثلا در پایتخت مملکت میاین و با تو یک زبان غیر قطعی گپ میزنن، ممکن نیست. این در هیچ جای جهان ممکن نیست. و اما همسایه های ما در وطن خودشان هیچگاه این چیز اجازت نمیده. و مثلا من دلم میسوزه با اون آدمایی که خیلی آگاه نیستن از این کارو و بعد میگن که چرا تو انصاف نداری از ملت‌های غیر. مثلا مکتوب نوشتن با من، گفتن چرا تو اینقدر مثلا در وجودت بدبینی هست؟ من اصلا آدم بدبین نیستم، ملت بدبین هم نیستم. بله، هرگز خاک بر سر اون آدمی که مثلا ملت بدبین باشه. اما زمانی که منی بیچاره را در وطنی خودم بیچاره تر میکنن، چی مگر ممکن است؟ ما میدانیم اونا خبر ندارن از این کار، برای آگاه نیستن میگن. اما میلیون ها نفر تبدیل دادن به کسای دیگه، حجت هاشون عوض کردن. یعنی اینا را گویا که اونا نمیدونن. اما خب اونجا کردیم، سلامت باشیم، ما همینم تحمل کردیم، فرو بردیم. اما اینجا چرا اینجا؟ یعنی مگر ممکن است؟ من همین دینم یک آشخانه در آمدم ناگفتنمانه و بچه های خوشروی نازنینی خدمت میکردگی با چهره های بسیار آزاده پیشواز گرفتن. من خیلی خوشم آمد. نمیدونم، همون نزد تئاتر جوانان یک رستوران است، پیشواز گرفتن. من شاد، منم تبسم. بعد گفتیم برادرای عزیز، شما یک چیز ما را مرحمت کنید که ما یک پیاله چای بخوریم و بریم. و یا گفتن نه حاضر مینیو آوردن و من مینیو را میکشم، کاملا روسی نوشته است و یک تی دیگه شم میکشم. من میگم شاید این برای ملت‌های خارجی میکشم، اونم روسی و خیلی سختم آمد، خیلی خارم آمد. و من میپرسم که چرا اینجا شما تنها روسی نوشتین؟ میگه که ملت‌های دیگه هم میاین. برادر عزیز، ملت‌های دیگه هم میان، خوش آمدن. انگلیسی بنویس، اول تاجیکی نویس، بعد انگلیسی نویس، بعد 20 زبان دیگه خط مایلش نویس، اما اول تاجیکی نویس. این تاجیکستان است. به خدا نخوردم و این بچه ها تبسم قطعا نمیدونستن که حاضر چی میشه با من نتونستم. همون وایشان پرت گفتم رفتم از اینجا. و من حیفی همه اون تاجیکای میگم که در همین شرایط گناه اونا نیست که اونا میدونن چی کار میکنن. این گناه ما است که اینا دیده نادیده میگیر. تو هم خیز رو 10 کس از همون جره همین مسئله با سبوکی حل میشه و اونا هم میفهمن. اونا هم آدمن که ممکن نیست با غرور این ملت بازی کردن. یک مسئله است استاد، بسیار فکر میکنن که در همین زمان عصر تکنولوژی است و ذهن صنعی است و پیشرفت تکنولوژی است، ما اومدیم به بعضی مسائل ها خوردگیری میکنیم. ولی یک مسئله را باید توجه کنن که که میگن یک ملت را بخوای از من ببری، شرط نیست اون با سلاح هسته‌ای بزنی، نه شرط نیست اون با یک موشک بزنی یا با یک ارم. همین زبانش با خودش از دستش بگیر، اون ملت به غلام تبدیل میشود. پیش از اون که رسیدن به تکنولوژی ما بود به غلام تبدیل نشیم، حیثیت ما، آبرو ما، هویت ما از دست ندیم. وگرنه من 100% استاد باور دارم که شما و مثل شما استاد هیچ بدبینی نسبت هیچ ملت ندارید. ما هم نه ملت پرستیم نه ملت گرا. ما میخوام حق خودمون استاد دفاع کنیم. چرا حق ما را میگیرین آخه؟ این چیز خیلی بی‌آدابی است در حق منی که نامی ملت من در حرفای کلام قطعی در این مملکت نوشته شده است و حق من میگیرین. خیلی ممکن است این چیزا؟ فقط همین باعثی تحمل نیست، دیگه همه چیز خدا رو سلامت. استاد بریم سراغ سلسله فیلم پایتخت. یکم از آغاز بگید که چی شد که شما با این همه اکتوری که در کشور هست، هنرمندی که در کشور هست، شما جلب شد به این فیلم؟ یعنی آغاز چگونه بود؟ شما را کی یافت و چرا شما در این فیلم فکر میکنید جلب شدید و نقش آفرینی کردید استاد؟ از اینجا شروع کنیم، بعد بریم به سمت‌های دیگری که سوال دیگر استاد داره. بله، اگر ما این مسئله را بخوایم مطرح کنیم تا جای من میتونم از دورتر شروع کنم. سال 2024 برای من 20 سال با برکت هنری بود. چرا؟ از آغاز سال من دعوت شدم به چین بله برای بازیدن یک نقش بسیار خوب در یک فیلمی، در یک سلسله فیلمی 40 قسمته چینایی.
خب من خیال میکنم که از بس که موضوعمون فیلم است، بیا اینم من از آغاز شروع کنم که یعنی بیا برسیم تا پایتخت. و زمان در آغاز سال همین گونه یک تلفن شد و ما با یک جوانمرد تاجیک صحبت کردیم که اون در چین بود و گفت که همین خیلی ما میخوایم شما بیاین و یک نقش خوبی را در یک فیلم سینمایی بازی کنید. و من گفتم که سال گذشته، یعنی همون وقت گفتم سال گذشته یک کسی بسیار میخواست مرا پیدا کنم برای بازیدن فیلم در چین. کی بود؟ اون من بودم. نامش فیروز است، بچه تاجیک، هموطن خودمون در دوشنبه زاده شده است، بچه خوبی نازنینی ماست. و گفتم چرا پس تلفن کردی کارمان تا انجام نشد؟ چی شد؟ گفت من نیافتم، هیچ نیافتم، شما را نیافتم، تلفن ما جواب ندادید و فلان. بعد گفتم چی شد؟ گفت همین یک بار زنگ زدیم ایران، یک جوانمرد هنرمند ایرانی آمد بازی کرد رفت و یک تاجیک سوخت داریم. و من گفتم این بار چی؟ گفت این بار ما شما را دعوت کردیم استاد دیگه. گفتم من کاملا موافقم، تمام دیگه حساب کن که من الکی راضی شدم. خلاصه اما این شوخی بود و بعد در طول نمیدونم چند ماه، یعنی میدونید برای فیلم تصدیق کردن نوارای فیلم ها را میبینن، عکس و یک گله تدارک داره، اینا را همش انجام دادیم. عاقبت یعنی شخصیتی ما در فیلم قبول شد و ما همون زمانی که قبول شد از طرف اون رئیسور که دون ساوانم داره و مرا تبدیل داد به یک اگنتی دیگه در تاجیکستان که گفت 7 نفر دیگه لازم است که ما میخوایم از شما، یعنی شما 7 نفر دیگه هم پیشنهاد کنید. بعد خلاصه ما نمیدونم یک 15 نفر از بچهای هنرمند عکس و صورتشون فرستادیم و یک مدت 2 ماه قریبا کار کردن بالا این چیزا و عاقبت 2 کس تصدیق کردن، یکیش عبدالمین شریفی، یکی سهراب جنجال. یعنی ما 3 نفر شدیم و ما هنوز نمیدونستیم، تقریبا میدونستیم که سوژه‌اش یک قصه تقریبا عصر 7 میلادی، زمان هیتاریان، یعنی همون زمانی هست که احتمال از این طرف اسلام می آمد و راهی ابریشم درش خیلی نقش بود، یعنی نقش داشت و تاجرهای فارس، یعنی تاجرهای سمرقندی، بخاری، تاجیک ها خیلی دست داشتن. یک حکومت هست سلاله تن گفتن، یک حکومت داری هستن در چین که خیلی رواج و رونق داشتن در همون زمان. و ما بعد اونجا وقتی که آمدیم فهمیدیم که ما، یعنی نقش من رئیسی دیپارتمنتی تجاری فارس، من رئیس بودم و همراه من 5 نفر، یعنی هم عبدالمین و سهراب با 2 نفر دیگه، یکیش قزاق بود، قزاق خودی چین، قزاق چینایی و یک اویغور. خلاصه این دسته ما، این گروه ما در این فیلم مدت ما 3 ماه یعنی نواربرداری بود، خیلی خوب بود. ایناش هم میارزه دربارش بگیم که مثلا اکثرا نواربرداری شبانه رخ میداد، یعنی نواربرداری ها از ساعت 5 به بعد شروع میشد و مثلا نیمروزی پیشانی عرق کردگی یک انسان در تاریکی ساعت 3-4 شب میگرفتن و با نورها روز میساختن. مثلا با نور روز ساختن برای مثلا هنری فیلم آفری تاجیکستان این افسانه است. حال ما 50 سال دیگه، 60 سال، 100 سال دیگه به اینجا نمیرسه. یعنی نور مثلا حدود مثل یک میدان فوتبال با یک نور روشن میشه و یعنی تاثیرش روشنایی گرم همش مثل آفتاب است. خیلی اینا خب خیلی پیش رفتن. بعد این شم باید بگم که ما خوشبختانه بسیار خوب وارد شدیم به این فیلم با خوشی و با آزادگی در کنار
هنرمندایی که 1.5 میلیارد مخلص دارن، یعنی طرفدار دارن و 1.5 میلیاردی تنها چین هم میگم در دنیا، یعنی از جکی چن به پایان. جکی چن نبود اینجا اما همه من ناماشو بگیرم بله وقت طولانی نمیشه. بله خلاصه این در کنار اونها ما نقش می آفریدیم، در قرارداد منم بود، یعنی ما واقعا هم مثلا هنرمندای هالیوودی و بالیوودی رو همین خیلی میبرن میارن، یعنی ماشین علاهیده داشتیم، هرگیز ما خار نبودیم، بسیار همه طرف خوراکی حلال میخوردیم و همه چیزی ما علاهیده بود، عالی بود. و از مثلا در زمان فیلم برداری تا حدودی 14 من حساب نکردم، سهراب که جوانتر است عیار است، یه بار حساب کرد گفت 14 دوربین است در اینجا، 14 دوربین، مثلا 2-3 دوبل نمیگیرن، مثلا همین جا میگیرن، هم دستی من همین چاله را همین به یک بار میگیرن اونا. ببین چقدر وقت آدم صرف میکنن، سلامتی صرف میکنن. مثلا ما مجبوریم برای یک کادر گرفتن شما گپ میزنید من گپ میزنم با عموما هر دومون گپ میزنیم، بعد یک بار دیگه میکروفون رو با دیتال میگیرم. بله خیلی بد است این چیز، انا خیلی کار میکنن و محیط خیلی سالم. همین که زمانی مثلا نهار خوردن میشه یا شام خوردن میشه همون تق میشه، همه میرن میخرن و همین کار وقتش با شروع میشه. خب معلوم است که پولای کلان دارن، نظم دارن، ترتیبات دارن، همه چیز نظم است. اینقدر خوب، اینقدر و مردمی، من تمام عقیدم درباره مردم چین عوض شد. در خانه همسایه ما یک اجاره دادگن 5-10 نفر گاه زیادتر مردمای چین میاین و میرن و در همسایگی ما زندگی میکنن، گاه از پیش خانه ما میگذارن. ما یه سگ داریم، همون هر باره که من همون چینایی ها میاین میگذارن من نگاه میکنم، سگی ما را نگاه میکردن و من همه وقت خاطر میشدم که اینا چین و چاپ دارن برای همین سگ. من هیچ نمیدونستم که اینا خیلی این تحقیر بوده است در حق اینا هم آدم از سگ میترسیدن، اما من خیال میکردم که اینا چی فکری بد دارن نسبت سگشون. خیلی حیف. من در کجاهای نبودیم در جان، مثلا آدما ماشینشون میموندن، همون نیازی که ما داریم برآورده میکردن و میرفتن. مثلا ما ضرورت با فهمیدن رفتن مشکلی داشتیم، زبان نمیدونستیم، اون زمانی که مثلا ترجمان موقتیمون نبود، کارا کنم میپرتاین میرم کار ما رو بود میکنم. خیلی مهربونه. از سرم پرید، هوش از سرم پرید که اینقدر مردم مهربانند، خنده. مثلا زناشون هیچ ناز و بازاری ندارن. میفهمین دلیل من درباره اخلاق گفتید؟ اخلاق بالست. مثلا هیچگاه زنی را من ندیدم که با رفتنش با لباس پوشیش یعنی دعوت کنه که مرا ببین. ما در کوچه هامون میگذاریم، یعنی حجاب پوشیدگان حتی میبینی مثلا چند یعنی تمامی بدنش نمایش میذاره، آدم میایه، اما اونجا همه عادی پوشیدگان، عادی تبسم میکنن، میرن کار در همون مترالچه هاشون میشینن، میرن میان. یک گام تق و توق زیادتی، یک گام مناسبتی که بگوی که میخوام مرا ببینید داد میزنم، مرا ببینید من هستم، من این از اخلاق بیچاره خیلی حیف است که مثلا با یعنی یک نمود مثلا مناسبتشون رفتارشون میبینی از آن ما را خواهرامونم. خیلی حیفی آدمیه که چقدر بیچاره ای. اون چیزی که تو خیال میکنی ما نمیفهمیم از همون حرکتت معلوم است. چرا این کارو میکنی؟ خب انکم آمدیم سری سوال و آخری همین کارا راستی من خیلی خسته شدم. 3 ماه بسیار طولانی بود و من یک مریضی دارم که مثلا گاه خوابم نمیبره و آخر همون 1 ماه آخر بسیار خسته شدم و در نظرم کینا هم شد، خیتایم و انا همین طبعی بسیار ناخوب خطی. من آمدم تاجیکستان و دیگه نه فیلم میخواستم نه تئاتر میخواستم، هیچی بجز آن که میخواستم یک کمک آرام بگیرم و برقرار کنم خودم، چون که روزای آخر بسیار کودک نبیرم یاد کردم. مهاجرت. بله خیلی بد بود. آفرین بر اونها مهاجر هستن. آفرین بر اونها.
خلاصه در آن همین محیط کدام روزی من ماشین قطعی کجایی میگشتم، یک بچه‌هایی که با فیلم سر و کار دارن، با کینا، کسی خب نامش نمیگیریم، زنگ زد که استاد کجا هستی؟ من گفتم همین حالا از کنار تئاتر جوانان میگذرم. گفت استاد یک بار همینجا ایستین ما سلام علیک کنیم قطعتون. گفتم خب من ایستادم آمدم میام، یک گروهی یعنی آدمایی که تاجیک نیستن ایرانی هستن سلام علیک کردیم. بعد گفتن که اینا از ایران آمدن و میخوان یک فیلمی در همینجا بگیرن، در همینجا بگیرن، یعنی ذهنی من همین خیش و میخوان که یک خانواده را پیدا کنن عبارت از پدر، مادر و دختر و پسر. و من گفتم نه فیلم میخوام، هیچی نمیخوام، واقعا نمیخواستم. اون زمان خیلی خوب درد میکشیدم، ناراحت بودم. بعد نفهمیدم که با آقای سیروس ما صحبت کردیم، یعنی من نمیدونستیم. یک پیرمرد نورانی آزاده ملایم خیلی عادی صحبت کردیم و آقای علیرضا نجف‌زاده هم خیلی قدیم صحبت کردن و گفتن همین خیلی. و من واقعا میخواستم که هیچی نمیخوام بچه ها خب کاراتون نکنید. چرا من خیال میکردم که از پگاه شروع میکنن فیلم برداری را. من اون تعبم قطعی، اون ناراحتیم قطعی نمیخواستم بازم بیام سر زن. و من گفتم خداحافظی کردیم، رفتیم. 2 ماه از میان گذشت که من خیلی راحت به خود آمدم. در 2 ماه دیگه خیلی برقرار شدم همه چیزا. کدام روز بچه ها زنگ میزنن، نمیدونم کی زنگ زد اول، که گفتن استاد همین خیلی ما شنیدیم که شما برای بازیدن نقش پدر در فیلم پایتخت انتخاب شدید و در کنار شما ماه پیکر برای نقش مادر و تهمینه برای نقش دختر و منوچهر برای پسر انتخاب شدن. شما یک مدت پس باید برین قرارداد بندین و نوار برداری شروع میشه. و من اون زمان یعنی راحت دیگه خدا رو شکر. شما تا این وقت اطلاع داشتید که این فیلم پایتخت طوری 14 سال است که در ایران میرود، یعنی هر موسم نشر میشد؟ نه من کاملا خبر نداشتم. یک بار یک رفیقی من که همون زمانی که کسل عمومی کرونا آمدگی بود، در یک مهاجرت از تنهایی همین فیلم دیده بوده است. بعد من یادم آمد و گفت یک فیلم ایرانی است، خیلی فیلم خوب است، من همین تماشا کردم، توصیه داد و من یادم رفت دیگه دنبال این فیلم نگشت. اما زمانی که ویو گفت اینجا وقتی که با ما قرارداد میبستن، یعنی میگفتن که خواهش شما همین نام پایتخت دیگه جا نگیرین، یعنی مبادا عکس گرفتیم همین پخش نکنین. حالا اگر همینجا ایرانیا فهمن که شما مثلا انتخاب شدین برای بازیگری، یعنی کارهای میشه که ما نمیخوایم اینا شود، یعنی این سیری فیلم برداری است. خب دیگه پیش روی ما را گرفتن و بعد ما گفتیم که بیا ببینیم یک قسمتی از کدام موسم یک شاگردی ما پرتوف و من یکم بار دیدم. خب گفتم عجب خیلی فیلمی. بعد که آمدیم مازندران، بعد قسمت 6 من از آغازش سر کرده دیدم. استاد شما فکر قرارداد بستید، یعنی رفتید قرارداد بستید و حاضر به عنوان یک زیایک روشنفکر پیش در زبان تاجیک هویت گپ زدیم. من از یک جای قصه میخوام شروع کنم. وقتی سر که یک همون نشانه های بالغه و اون چیزی استعمار بالای سر شما نصب یعنی نقاشی کردن، یا که مثلا همین رول شما دیدید، چی بود حسیاتون؟ همش یک فیلم بود یا که خاطراتون بود؟ چی بود همینجا از دیگه شما چی بود به فکرتون؟ چی رو می‌خواستن نشون بدن؟ من نمیخوام که به عنوان یک کارگردان و بازیگر، به عنوان یک زیایی اینجا که بیاید به عنوان یک استاد پاسخ بدید که چی بودن هم نشانه های بالغه و اون داست در سر شما مثلا نقاشی کردن در فیلم استاد؟ ببین وقت حتی این سوال من 2 خوره جواب میتونم که چین هم وارد باشه به این چیز. همین که ما سمت چین رفتیم، من خاطر از یک چی بودم که فیروز جان بچه جان دادری اکش نشوه که ما بیاییم و قهرمان‌های رو بازی کنیم که دستشان رو میبردارن، کیساشان رو میکنن، میزننشان رو حبسشان میکنن. نه این خیلی رو من گفتم اگر هم خیلی باشه گشته میاییم. گفت نه استاد
شما با افتخار خودتان ملت خودمان بازی میکنید. گفتیم خب آمدیم همین گونه شد این جمع، یعنی این هم همون است. یعنی گفتیم چی است وقتی که با کافرستان 10 میلیون مردم است، یک بله. کشور است. شما وقتی که از اینجا بیرون میبرید سیما یک ملت، بله. اکتور دوست داشته یک ملت علیه ملت، این خودش اگر فیلم هم که باشد مردم درست قبول میکنن. بله هیچ ممکن نیست. و وقتی که قصه را برای ما اول شفاهی گفتن، مثلا که شما میایین مثلا الکه شما تاجر هستین، تاجر موفق، این الکه یک چیزی هست که جبران داره، الکه تاجری موفق یعنی بیچاره نه، این موافقه با این. و بعد گفتن که شما کلاهگیز دارین در سرتان و این در یک واقعه مثلا با باد میپره میره آسمان، چراغ شهر خاموش میشه و در سر شما یعنی داس و بالغه و این چیز حکاکی شده است. اندیشه میره چرا؟ خب یعنی کجاش دروغ است همینه. و من اول چرا میگو که مغز من و بالغه و داست. بله، اما این جنبستی یک قسمت زندگی ما و پدر و مادران هست. و من در ذهنم اومد که خیلی آدمایی بودن، من مثلا یکم بار من ندیدم در سر کسی ما همین است مثلا من در دست دیدم، بله در بدن دیدم، بله. اما هرگز در سر ندیدم. اما با درک آن که با آدما همون زمانها فرزنداشان تولد میشد، لنین و انگلس و کیم چیزایی را نامگذاری میکردن. این انگلس ماندن نام حالا هستن همونا، نمید نامشون عوض کردن، زیندن کدامشون، یعنی نام عوض کردن و نام انگلس هم نه، لنگلس همین خیلی چیزایی میماندن، سه ترکه هم مارکس باش هم انگلس باش هم لنین، بله همینا را میماندن. این بدتر از حکاکی این است، اون بدتر از این است. یعنی من همین درک کردم که اون بدتر است. یعنی اگر حاضر من رو فریدریخ انگلس یه چیزی نام میموندن، میگفتم که خب هست، اینا بودن در پشت سر ما، اینا بودن، اما این بزیب بود، این خوب است، این چه میگم برداشتی یک پاره زندگی ما در پشت سر ما. پیام همین بود فقط استاد فکر میکنید. بله و ببین قهرمانی من هرگز موافق نیست با این ما زن و شوهر دعوا داریم و اون میگه که این روز کردن در کار بود. چرا باید روز کنم؟ این خاطره تاریخی است. این من کمونیست نیستم، این باباهامان بودن این چیزا، این خاطره در کشور زندگی کرده. بله میخواستید تولد چی در اون کشور؟ بله عزیزم، این نمیشه خط زده، این نمیشه حذف کردن از خاطره ملت. این بود وجود داره، این تحقیر نیست، این خاطره همون زمان است. یعنی واقعا هم قهرمانی من همین خیلی فکر میکنم، میگه خب چی بدی داره؟ این خانمش است که میخواد این پوشانه که این خوب نیست و این نشانه کمونیستی است و فلان. خب مهم که من کمونیست نیستم، مهم که من این چیزا نمیخواستم، پدر و مادرم خواستن. یعنی در یک باشگاه در کجای برد یا نمیره حکاکی از دوست داریشان گفتن که داست و بالغه خیلی نشانه خوب، رمز خوب هم هست آخه و هیچی بدی نداره. اما اگر کمونیست چه بگیریم؟ اگر کمونیست نگیریم هم خب دیگه چه میگم، یک مدت زیستیم با همین. اما در فیلم هیچگاه این از نگاه استهزا روی کار نامده است. یعنی تنها به خاطر یادداشت از پشت سر ما که این روزگار یعنی استاد شما دخورت پاسخ میدید یه طرف فیزیکا نمیتونه باشه که یک ملت آمدن در یک وقتی تاریخی بالای سرش مهر دادن و شد منقورد. خب چرا نه؟ اینم یعنی یک تماشابین میتونه این برداشت داشته باشه. یعنی هر کس دیدی خودش از دیگر بگذار داشته. اما این یعنی پیام فیلم فقط خاطره که در شما زندگی کردین از نگاه همگی اشاره است. اما این بگیم این صاحبی این حکاکی از رودکی شعر من شاهنامه را میدونم این مهمتر است. این مهمتر است که ما اون پاره زندگی ما طرز زیستیم که فرض کردیم کامل منقورت نشدیم، به هر حال به خود آمدیم و یعنی خاطرات تاریخی ما را کمک کردن و گهنامون ما را حفظ کرد.
بله و مثال بسیار وقتی که میگیم این جبری که به ملت ما شد در همین چند صد سال اخیر بسیار وقت مثلا ما شکایت میکنیم این نکردیم فلان کار نکردیم ما دیگه ملت ها فلان جا رسیدن. من خیلی میشنوم این چیزا را و ما آفرین بر ما که ما نگاه داشته توانستیم و همین خیلی هم نگاه کنیم اگر در آسیای مرکزی از همه قوم ها و ملت هایی که زندگی میکنن ما از همه بیشتر نگاه داشتیم، نوروز نگاه داشتیم با وجود که از همه بیشتر سرکوب شد. ولی ما از همه بیشتر سرکوب شدیم و از همه بیشتر در پیرهن نگاه داشت، در دامن نگهداری ما دیگر ملت ها مثلا من اینا با جرئت میگم که بیچاره قزاق کاملا دیگر روز شدگی بودن. ما اینا خوب در خاطر داریم. اونا بعد آمدن. حاضر نوروز هم میخوان از اونا باشه، زردوشت هم میخوان از اونا باشه، همه چیز میخوان دیگه. خب دیگه در آستینی که هیچی ندارن جمع میکنن که این از این. خب خیلی خنده آور است. اما ما اون رسالتی که در خون ما هست، در گنهای ما نهفته است، اون ملت خودش نگاه داشت. نوروز نگاه کجا بود؟ در کجا بود این کار کردن؟ نگاه داشتن. آفرین ما که بازم و این اشاره بازم در فیلم هست که ما با وجود همون نشانهایی که هست اینا حفظ شدن با اون که در سرش همون بالغه و داست یک چیز استعماری حقوقی است ولی خاطرش فراموش نشده، هویتش فراموش نشده است، تاریخش هم میدوند، زبانش هم میدوند. یک نکته نازکی اشاره کردید که وقتی دیدید که یک خانه تاجر است علاوه یک امتیاز، یعنی شما مهاجری روشد جمشید نیستید، یک انسان تحقیر شده نیستید، یعنی علاوه یک تاجر موفق علاوه خودش یک امتیاز. اگر همین فیلم ما ثبت می‌کردیم استادی که خیلی یک مسئله نازک است، یعنی شما میرید میخواید با یک خانواده ایرانی مثلا خواستگاری کنید، خدا شوید اون خانه خیلی عصبی هستن، مثلا مردمی ضعیف هستن، پریشان هستن، پراکنده هستن. این فیلم ایران گرفته شده است ولی شما میارید یک تاجیکایی را که مثلا رودکی را میدوند، شاهنامه را میدوند، تاجر است. اگر فکر میکردید که طرف دیگری است که این فیلم در تاجیکستان ثبت میشه چی بود برداشتیم؟ وای بر حال ما بود در اون زمان. ببین خیلی همین فیلمی پایتخت اگر بگیریم و چپگردان کنیم خیلی بد میشه. یعنی ببین ما ایرانی ها در هر صورت در حدودهای جغرافیشان خودشان دفاع کردن، هیچ مشکلی ندارن در این سمت. از بس که با این نشان داس و بالغه اگر برعکس میشد ما خیلی بیچاره تر میشدیم، خیلی خوب نمیشد. اما زمانی که ما آمدیم اونجا آدم مثلا من 30 سالم به جایی رسیده است فرض کردیم میتونن ایرادای سخت بگیرن و وقتی که فهمیدیم که مثلا عائله خانواده که با ما مثلا باید خیش شوند، خانواده نخی یعنی آخی این پیانو را از کجای آوردن، کتابا را آوردن، این واهمه هایی که اون پرنده تاکسی میفرویه و این همش اگر مال ما بود خیلی من گفتم که اگر ما چقدر تحمل میکردیم از دیگران اینا یک خوب قبول میکنیم و میگیم خوش به حال این فیلم آفرینا که این جا افتاده میخواد. من یک وقت گفتم اگر روز در تاجیکستان کارگردان قربانی صبیر میشد و این کمان در می آورد و نشان میداد که اویله توجی اویله عصبی مهاجری کم بغلی با وجود این در بالای سرش بالغه و داست استاد و اون چرا تحمل میکنن استاد؟ یعنی یه چیزی بحثی فرهنگی بحثی چرا تحمل میکنن استاد جمعه؟ من این سوال تو فقط جوابم این میشه. گاه ها میشه که مثلا آدمی که پهلوان است از خودش باوری داره دیگران را رحم میکنه، اونایی که پهلوان نیستن خیلی ظلم میکنن به دیگران. برای همینم قدرت هم در همین است. اونا که واقعا میدونن که این چیز براشون هیچ چیزی منفی نمیاره، برای خب یک خانواده واقعا من فیلم دیدم از این فرصت استفاده میکنم و میگم آفرین تان همه دستن در کارگردان ها، همه اونایی که در اطراف کار میکنن آفرینشان. یعنی با وجودی آن که من انتقادایی شنیدم فلان چیزایی میگن اما آفرینشان. من اینقدر گریستم در کدام گردش فیلم. خب مهم نیست، صحبت من دیگه جاست. گپ سری آن که اینا پهلوانن این چیزا رو نادیده میگیرن. وقتی هنر هست، فرهنگ هست، زبان هست، خط هست، فرهنگ خودش نمیترسه دیگه. عزیزم گپ در سر اون که ما که حالا
مثل پهلوانی هستیم که لط خورده ایم. مثلا ما میدونیم که دستمان لط خورده است و ما این چیز حالا نمیتونیم. چرا ما خیلی لط خوردیم از دوره 100 سال این طرف اینقدر جبری که بر ما کرد. خب یکم مثلا سمرقند و بخارا از ما گرفتن، این سر ما بریده مثل سر بریدن است. یعنی ما در این صورت اون وقت خیلی بیچاره تر می نماییم. برای همین خوشبختانه اونای هم احتمال در ذهنشان هست که این چیزها رو نشان دادن ممکن نیست و ما اگر کنیم بسیار خودمان نادیده میگیریم، خودمان بیچاره میگیریم. وقتی که شهر حاضر میبینی این حرفی من کاملا پابرجاست، من مسلطم در همین فکرم. این شهر رو میبینی هوش از سرت میکنه و ما بازم میگیم که خب بیچاره ایم و فلان. یعنی این مغزی ما حالا عادت نکرده است که سر حالمون بستیم. خب چرا؟ این هم سبب داره. آخر ما رو اینقدر زدن در ذهن پدرامون، از پدرامون در خون ما گذشته است و ما حالا هم نمیگم. احتمال نبیره های ما مسلط میشن، سر پاشان میسن انشالله. من باور دارم چون که از این بیچارگی برآمدن در کار است. همه وقت ما میگیم خیر نرسیم. من هم وقت بر همین عقیده ام که همون شعری بابای رودکی اینقدر زیان میاره برای ما گر بر سر نفس خود امیری. چرا استاد؟ و برای آن که همه وقت در ذهن کودکی ما هم هست که بر کور و کرر نقطه نگیریم. همین چیز همه وقت مثلا از ما میگیرن، خب منش نمون بگیرن. یک چیز میخوان از ما کندنی، ما میگیم من هیچ گم نمون بگیرم. برای چی نمیگیم؟ چرا نمیگیم؟ چرا تفکر انتقادی را میکشد استاد این شعر؟ چرا؟ ببین ذهن ما اصلا این شعر در ذهن ما وارد شده است و تگی من یعنی تحت لفظ همه جاش پر از جهان وطنی است. یعنی ما انا اینجا پهلوانیم، واقعا پهلوانیم. تحمل داریم، صبر داریم، تحمل داریم، ادبیاتی غنی داریم، همه چیز داریم. و اگر فارابی را بگیرن میگیم خیمون یادش میگیرن، این شب بگیرن مردی، همه چیز میگیم بگی حق ما نمیگیرن، خانه ما نمیگیرن. استاد واقعا یک نقطه خیلی خوب است شما اشاره کرد در فیلم که این خانواده تاجر هستند، محترم هستند، رودکی را میدونن، شاهنامه را میدونن، با فرق از خانواده که در تهران هستند، در پایتخت اونایی که خانواده عصبی و این فکر میکنه که در همین حوزه تمدنی که برخورد تمدن و شدت میگیرد این یک ژست میتونیم قبول کنیم از جانب کارگردان همین فیلم، دستان در کاران همین فیلم که با برادران همزبان آشنا کردن، اونا را خورد نکردن در این حوزه فرهنگی، حقیرشو نکردن، نوچیزشو نکردن در این فیلم. نظر شما چی است؟ نظر من همین است که باید هر دومان بگیم به هفت پشتی همون نفری که مثلا همین سررشته همین ایده دست سرش آمد درود بفرستیم. آفرین هر کسی که این کار کرده است. مثلا در این زمانی که از چهار طرف مثلا یا دیگرشان میکنن، مثلا ببینید اطراف ما پوری خرخشه و درگیری و جنجال، در این وقت این ژست کردن این باعث تشکر گفتن است که ما را مثلا همین گونه پیشنهاد کردن و این خیلی یک آهنگ خیلی زیبایی هست که فرض کردیم گاه ببینید در اطراف ما گاه همین که نامی مثلا تاجیک آمد، یک کاری را تاجیک کرد میگن فارس، یعنی فقط نامی تاجیک از همونجا میگیرن، میگن خب این فارس است، این تاجیک نه. مثلا من خیلی علم کرد وقتی که چنگیز ایتمتوف اگر که یادتان باشه، اگر رفته باشین، یعنی پدرش گم کرده بود، یک گله اثراش میدونیم اما کشتی سفید به خاطر یادی همون پدرش نوشته بود که جنگ رفته بود دیگه نامده بود، گمش کرده بودن. بعد در زمانی همین پیش از مردنش 5 سال پیش از مردن چنگیز ایتمتوف حبش یافتن یک جایی که 27 آدم پرانده گور کرده بودن، همچون آدمای مثلا غیر کمونیست. و یکی از همونها پدری چنگیز ایتمتوف بود است که نشانها یافتن، اونا را از خاک بیرون آوردن و بعد 27 نفر هر کسی که چی ملتی داره چی کار داره نوشتگن و در میان اون یکی میخوانم مثلا 2 تا تاتار، روس، چند تا قزاق، چند تا قرقیز و 1 تا فارس. چرا فارس می نویسن؟ این فارس یعنی آشپزی همون خانه هست که اینا همشون زندگی میکنن، آشپز است.
بسیار آشپز خوبه، دستی بسیار مبارک و بامزه داره، اما می نویسن فارس. چرا تاجیک نوشتن اونجا براشون دشواری میکنه؟ اینه میگن، یعنی یک آهنگی بدبینی به ما دارن که هر جایی که اگر یک چیزی خوب باشه او را جاشا میگیرن و خط میزنن میگن فارس است اگر خوب باشه، اگر بد باشه میتونن تاجیک بکنن. برای همینم این جستی اونا در این کار که ما دست در دست هم داریم، با یک زبان صحبت میکنیم، یک گونه چای مینوشیم، یک گونه خوراک میخوریم، همه چیزمان یعنی مار بر مار، تار بر تار بسته شده است با هم. این آهنگ خیلی آهنگ خوبی است که از این فیلم پخش میشه. یعنی یک راه برادری، یک راه به هم آمدن، یعنی این چیزا میتوند اتفاق کند یک ملت بزرگ در این منطقه. استاد در همون فیلم یک سوال دیگر استاد، شما این فیلم بود واقعا این خانواده همطور نشان داده شد، اما در واقع هم خیلی هستیم استاد؟ یعنی ما خانواده همینطوری داریم در کشور؟ داریم. یعنی میتونه این واقعیت هم داشته باشه، فقط خیلی فیلم نباشه. داریم. یعنی ببینین اون یک آهنگ خیلی زیبایی هست که ما خودمون میگیم که ما از زنم نمیترسم، نه که او هم زوره خچ مثل همون که ببین زنش نمیترسه، همه چیز داره این مرد. بله. اما خانمش تا اون درجه هست که میتونه فکرش آزاد گپ زنه، حتی میگه که کاش که سرت میپرید. بحث میکنه با شوهرش. من چرا استاد از این نقطه میخواستم در این نقطه بحث کنم، شما در صحبت‌های قبلیتون از تربیت زنان و اینکه بعضا موقع نمیتن براشون و یعنی حیثیتشون پایان میره یا که خودشون انتخاب ندارن، ولی برعکس در این فیلم میبینیم شما با اون همسرتون بحث میکنید، همسرتون با شما بحث میکنه، دیدی خود چه دارد، نظری خود چه دارد. واقعا در خانواده تاجیک اینکه جنگ من یک طرف، بحثی که میشون یک طرف زن و شوهر، خب دیگر زندگی است، عصبانیت است، بعضی حالات است، ولی نظری خود چه یک زن تاجیک موقعی خود چه داشته باشه، فکری خود داشته باشه. ما همینطوری هستیم استاد؟ این صادقانه بگیم هستیم. و این من با سر بلند میگم که من اگر نیاز باشه به همین که من چند خانواده را میگم که مثلا هر زن و شوهر برابرن و خانواده من همین خیلی است. فرض کردیم من همه وقت بچه ها استودنتام دانشجو را تربیت میکنم که مثلا برادر عزیز پگر روزی دیگه حتما آیله دار میشی و مشت قطعی در سر زنات زور نباش و یگانه چیزی که تو میتونی زور باشی و با قوت باشی و مسکول داشته باشی این عقل و فراست است که اگر اون زن 5 بار گپی خوبه درست گفت و تو نادرست گفتی، موقعتان عوض میشه، جای عوض میکنین. چرا؟ اگر وای بیچاره هم که باشه اون زن، از نگاه بیچارگیش میگه مردک شرم نمیداری که همین حرف زدی، گپ نادرست است، در پشت صحنه میتونه در پنهانی هم بگه. برای این با قوت بودن آدمی که مثلا با عقل و فراست از خانومش اگر کمک بالاتر یا برابر باشه، اون وقت این خانه حتما همون خانه میشه که ما گفتیم. بله. بعد دوستان یک نقطه بسیار نازک دیگه رفت شما سر میکنند پدری خانواده بوی جوی میلیون، این خانواده همش یعنی شروع میکنن، یعنی یا آگاه هستن، یعنی از نگاه فرهنگی و علمی واقعا خانواده ما تاجیکا هم خیلی داریم استاد. داریم. چرا؟ ببین همین هر کجایی که حاضر نرویم، مثلا اگر یک اودیتوری که بچه های یاشم باشه بگو بوی جویی بگم میگن اینه. من باور اعتقاد دارم. چرا؟ این مخصوصا همین پاره شعری اینقدر شکوه و شهامت داره، یعنی بتون توجه واقعیت هست بگین اینجا واقعیت هست با همون جمع و اینم باید احتمال همین خیلی بگیم درست‌تر است که اونجا این خیلی نبود که ما بگم بوی جوی مولیان آید همه تکرار کنن، این خیلی نبود. ما باید این رپلیکای من بود، پدر بوی جوی بچه ها سر کردن مولیان آید همه یاد یاری مهربان آید همه یعنی این واقعیت داشت، همونجا واقعیت داشت. اصلا یک مسئله نازکی که در این فیلم برداشته می شود، یک جایی هست که شاید احساس نشد چون ما همزبانیم. وقتی شما خواستگاری می روید طرف دیگر هم همزبان است، هم ملت است، هم گفتید خوردن و گشتن، حداقل همزبان و هم فکر هستن، یعنی یک ملت هستن. همین مسئله در کشور ما مخصوصا در پایتخت امروز وجود دارد. اگر اون فیلم پایتخت شد برگردیم به پایتخت خودمون استاد، ازدواج با
قوم های بیگانه با ملت بیگانه. خب این حق هر کسی که هست، ولی شما همین چه خیل میبینید همین موضوع را استاد؟ اگر فرض کردیم شما کارگردان میشدید و این موضوع پایتخت در ما برداشته میشد، این موضوع هم در ما یک داغ است. امروز بحث های زیاد میشه در شبکه اینترنتی. اگر شما اهمیت داشته باشید وقتی یک دختر تاجیک میخواد یک شوهر خارجیش به نمایش بگذاره تعریف کنه، خیلی طرفای دیگر بد میآید. شاید جو هم که تحقیر میکنن، میگن از دست بچه تاجیک این نمیاد. این موضوع خیلی شدید است. اگر شما میشید چه پیشنهاد میکردید؟ فکرتون چیست در این جای نازک است؟ این موضوع خیلی نازک داره. ولی این موضوع هم در آفرین که این موضوع را برداشتی، خیلی برام جالب است. مثلا من خیلی این موضوعی که تو برداشتی همین لحظه من فکر نکردم، سالهای طولانی دربارش فکر میکنم. و اگر همین گونه یک فیلم میساختیم، یعنی در ذهن من بسیار به شدت میخواستم اثبات کنم که خواهرای من، دخترای نازنین ملتی من، چرا مثلا من مسئله میگذاشتم چرا شما شوهر میکنین و شما نست میشین، در فضای شوهرتان نست میشین، میرین، از شما هیچی نمیمونه، از یادتان، از پشت سرتان هیچ چیزی نمیمونه. ببینید من مثال میارم و هزاران مثال آوردن ممکن است که دخترای تاجیک وقتی که شوهر میکنن، فرض کردیم به یک آذربایجانی آذربایجان میشه، با یک فرض کردیم یک ملت، خب دیگه ملت ها رو نامشون میتونن کسی را خوشش نیاد و تبدیل میشن. با این قدر صادقن. این مثلا با ایرانی را بگیرن میبینی که همون لهجه ایرانی قطعی صحبت میکنن، افغان را بگیرن لهجه افغانی قطعی، از خودشان هیچ نمیمونه. چرا؟ یعنی من با تشدید در اون فیلم میخواستم، اگر امکان میبود میگفتم که خواهرای نازنین، یعنی در هر صورت خودتون نگه داره. چرا؟ مثلا همین کار بازم برادرای ایرانی ما خیلی خوب انجام میدن. من بسا فرانسوی را دیدم که یعنی خانمشان ایرانی است و کاملا اونا حل شدگن در این فرهنگ. هیچی از چون خب همشون شما گفتید مادر مهم است آخه، چون میگه کش زهر بادا شیر مادر برکس، بچهش حتما زبان خارجی گپ میزنه. مادر تاجیک وقتی با کس ازدواج میکند، ولی در دیگر ملت ها این خیلی میبینیم اگر یک بچه تاجیک یک دختر خارجی را گیرد، حتما او در فرهنگ او میرود، گپ زنیش و رفتارش و خوردنش. بله مثلا چون مادر سرچشمه است خود. بله مثلا روزها وقتی که ملت‌های دیگر، همه ملت‌ها در شوهر میبرن و همه ملت‌ها را در خودشان حل میکنن، اونا را تبدیل میکنن به خودشان. از آن ما بیچاره‌ها میرن و حل میشن در دیگر. چرا استاد این خوب نیست؟ اینم حالی جایی هست همین منبر ما که مراجعت کنیم به خواهرامون، بگیم که در هر صورت نگاه دارین اون چیزی که از آن شما است. و اینم بازم میگم که در همه ساحت، در همه پهلوهاش برادرای ایرانی خیلی خوب انجام میدن. اونا نگه میدارن و ببینین در لاس آنجلس 70 سال شد زندگی دارن، نمیدونم 40 سال شد زندگی دارن، اما مکتبای میرن به زبان خودشان چون میخونن با حرفشون حرف میزنن با شیوه خودشون. چرا تو این موضوع رو من برداشتم؟ راستی همین 3 ماه اخیر زیاد نوارا با من میفرستن که این دختر تاجیک ببین اینا تبلیغ میکنه، اینا تبلیغ. ما وارد این موضوع نشدیم به خاطر که بعد نگن اینا شاونیستن و ملتگران و بحث اینا، ولی از یک طرف ببین فاجعه است، دردناک است، تحقیر وجود دارد استاد. این که او با اون شوهرش رفته است و زندگی میکنه، هیچ کس با مشکل ندارد، انتخاب خودش خوب رفته است، ولی میاد تبلیغ میکنه. تحمیل شد او خوشبختی هم نداشته باشه استاد. گفت شما در اون فرهنگ آب شده است، بعد میگه که این از زندگی، این فرهنگ است، این تاجیک به همین مانند که کسی نیست، فرهنگش خودش زبان است. از همین خاطر گفتم اگر ما یک فیلم چونی میساختیم استاد میتونید پیام روشن بود. که ما اگر این فیلم ساخته میشد، این موضوع خیلی موضوع مهم است میگم، یعنی باید صاحب اون فیلم، کارگردانش خیلی مثلا با شدت اثبات میکرد و هدایت های پیشنهاد میکرد که مثلا از فلان چیز خودداری کنین یا فلان چیز بیشتر تشویق کنین. یعنی فیلم اون حرفایی را میزد که دیگرها مثلا قبولش میکردن، میگفتن انا ما باید چیگونه از کدام چیزا پرهیز کنیم و کدام صحنه‌ای بودن که در این فیلم پایتخت براش ما پسند نبودن. یعنی جایی که کاش که این خیلی بازی نمیکرد، این خیلی که اون همین صحنه نمیبود با فکرتون یا که نه. من برعکس میگم که هر چیزی که پیش می آمد خوبتر بود. یعنی حتی بازی کردن در کار نبود، یعنی در حالتی داده شده مثل همون سیستم استانیسلاوسکی. مثلا خانم خانواده خیش ما میگه این چیزه مرغ مرجان با خودم پختم باشم، خودم بستم. یعنی و خب
آفرین پاش خودش بسته است، خودش پخته است، دستپز خودش است و من هنگامی که میخورم ببین همون رشته که پاها را بستین خب تصادفاً دهن من بله بله و بله وقتی که قریب نمیدونم چند ثانیه نیم دقیقه بند از دهنش میبره. یعنی این بازی کردن حتی اگر از نگاه نظریه بگوی چه خیلی میشه خیلی بد است، چه خیلی میسوزیم اینه، اما اونا همگی آمدیم و رشته دهنی ما آمد و وقتی که این میبرم دو دوبل نگرفتیم، یک دوبل گرفتیم و خیلی خوب بود و همه مثلا صحنه که کتاب ها اثر من اونم یک بار دو بار نیست، یک بار پاش خورد. البته سخت است چون کتاب ها خیلی سنگین بودن، میزدن در کتفای من، یعنی پلانی بسیار دور است نمی نماید، اما اگر این نزدیک می بود از بالای سر و از همه جا کتاب می فرامد. فکر میکنم پیامی که داشت پایتخت رسونده تانیست استاد؟ پیام برای من میگم که بله، من خوندم چیزایی که نظرهاشون می نویسن خیلی ناراضیان. بله که میگن شما در این قدر نبود، بله اینجا وارد خانواده هم رو کرد. بله اما من خیلی اونا نمیخوام راضی باشم، یعنی نمیتونم راضی باشم. این قدر محبت داره. مثلا قهرمانی که یعنی مریضی میمون با وی گذشته است، در نامش یادم رفت، خب بهتاش. یعنی این بازیگر وقتی که ما می آمدیم چندان خیلی ما مهربان نبود، دیگر هم مهربان بودن. ما صحنه ای که با هم حرف نمی زدیم شاید همین با وابسته به همین بود که سلام میکردیم میشتیم، هیچ اهمیتی نبود، مهر حس نمیکردیم. اما دیگر رو مثلا ارسطو، رحمت، آقای محسن نقی و این خانمای نازنین این فیلم مثل یک خانواده بودیم. اما اونجا وقتی که مثل آدم میگفت که چرا این قدر مهربان است، شاید این خاراکترش، اما خوب بود. من وقتی که فیلم دیدم مخصوصا همون عربه‌ای که بهتاش میکشه خیلی زیبا بود. این قدر درد وقتی که نخیره تقاش اموش دایشه میگه که آخه تو چرا میخوایی که همه مثل تو باشن، آخه چرا تو مرا اصلاح میکنی، اشکام این قدر. بله میگن این فیلم در تاجیکستان ثبت نشد، همین قسمتاش این گپ یعنی درست است و نشد؟ نه همه چیزی که ثبت شد مرفوع. میگن اونو نیت داشتن که در اینجا بشد بعد نشد این ثبت. اگر میشد و اونها می اومدن این قسمتی بعدیش میشد، یعنی خواستگاری ما رفتیم این همون قسمتی هست که باید در مازندران میشد. این شد، اما اونا زمانی که آمدن باید میرسیدن. از همون قدری که من فهمیدم باید این خیز در همین نزدیکی های دوشنبه صورت میگیره. شاید بعد اونا زنگ میزدن اینجا که ما همین خیز شدیم و زودتر کمک میخواییم. بله یعنی این همه چیزی که در مشهد شد احتمال میتونست در اینجا شد. و خلاصه هر چی که بود نبود اونا سوال تو همین بود که موفق شدن. من میگم موفق تو ببینید شما وقتی که از رفتید یک دلیل یک چیز دیگه به خاطرم اومد. ببین وقتی که این عائله از آن که سنگ این شهاب گم میشه از میان و ارسطو از گریبان نقی میگیره، کودک شاهید است. این کودک سالار و در مسجد امام رضا وقتی مادرش میگه که تلقین میکنه به کودک که هر چی که دلت میخواد، جایی هست که هر چی که دلت میخواد بگو و موفق بشی، هر چیزی که بخوای میگیری. کودک ناخواست مثلا اراد میشنوه که نوشتار خوب نیست و فیلم اینقدر خوب است اینجاش که میگه چین هر چیزی میخوای بگو. میگه 50 میلیارد دلار. میگه برای چی میخوای تو این؟ میگه میخوام بیارمو با ارسطو بدیم که قطعی نقی دعوا نکنه. این چخیل با مزه است این گپ. کودک، ذهنی کودک
اینقدر زیبا، یعنی کسی که اونو می‌نویسد اون باید هم دنیا رو احساس کرده باشه، وارد هم دنیای کودک شده باشه، هم لحظه را جنبست فیلم است. جنبستی فیلم این خیلی عالی است جنبست. من نمیدونم دیگه با آدمایی که دعوا میکنن بیشتر از این میخوان چی باید داشته باشه. خصوصا این حالا شاید بحثا با کاری نواس ادامه و با تحلیل ادامه بود، ولی یک چیزی در همین صحبت جالب شد. شما رفتید یک قدرتی از نگاه اقتصادی برتر جهان که با ما نه هم زبانن نه هم دینن نه هم فرهنگ، ولی خیلی صحبت کردید که ما لذت بردیم، یعنی از چین، از اخلاق و آداب و این. ولی اینجا آمدیم در یک کشور، اینم قدرت منطقه‌ای از نگاه نظامی و بعضی چیزا، مثلا ایران، اونجا چین، در دو بگیم قدرت‌های منطقه رفتید اشتراک کردید. اینجا همش درباره فیلم گفتید، ولی از اون پذیرایی و اون مثلا مهربانی هایی که دیگرا داشت. شما چون برای ایران رفتید از اینا حرف نبود استاد؟ یعنی چی بود اینجا؟ چرا اینقدر اونجا با محبت حرف می‌زدید، اینجا فقط درباره فیلم گفتید؟ مثل آن که وقتی که اینجا خانه خودتون ایران گپ میزنیم، ولی یعنی ما نمیخوایم که چی میگم بلند یک حرفی رو بزنیم درباره خودمون، فقط برای همین احتمال. اما کاملا حق اینه گفتن در کار است. مثلا از روزی که ما آمدیم از همون میدان هواپیما مثلا پایان آمدیم، الکی ما را پیشواز میگرفتن، دوربین قطعی بودن، لباشان پر خنده و ما را بسیار با عزت و احترام رساندن. اینجاش نگیم رساندن تا مازندران و بازم در میهمانخانه تبسم. و حالا اطراف فیلم دیگه یعنی در مثلا نوارهایی را زیاد میبینم در غیبت هایی که درباره فیلم است. مثال بسیاری هم میخوان مناسبت آقای سیروس با محسن دیدم خیلی. البته آدما زندن کار میکنن، یک کسی یه چیزی را میخواد، یک کسی یه چیز دیگه میخواد، کار نکنن بد است، اگر گپ نباشه بد است. بله، گپ در سر این که از زمانی که ما وارد شدیم محیط اینقدر سالم بود، یعنی محیط کاملا سالم بود و ایجادی. انا کنم استاد ولی میبینم درود بر، من نمیدونم، حالا دل آدم میخواست به همون خانمی که صبحانه میداد ما را حاضر بگم تشکر. اون آقایی که صاحب مهمانخانه بود و بعد ما را الهیده، یعنی در تنهایی دعوت کتاب تحفه کرد به من، تشکر به همشان. اون راننده های مهربانی که ما را میبردن و میآوردن پوری مهر بودن، از برادر زیادتر، یعنی هر چه ناز و نوزی ما را مثال میبرداشتن و میگرفتن. درود بر همش. استاد به خلاصه صحبت نزدیک میشیم. واقعا من از یک چیز دیگر نگران هستم، یک نگرانی دارم. شما اونجا استاد عبدالمومین هم بودن، شما بودین، استاد برزو بودن و نفرای دیگر پیش از این صحبت کردیم. اینش در قزاقستان، دیگرش در لاتویا، شما در چین میرین، یک خبرای بسیار خوشحال کننده میارین، یعنی این کار خوب بود، این کار خوب بود. به فضای خودمون از اینکه مثلا یک نگرانی های زبانی و این رفتار و مناسبت ها هست، یعنی آدم دلی سرد میشه. ما یک نگرانی عمیق هم در این فیلم و سینما و تئاتر هم داریم. واقعا نگرانی های ما، یعنی ترس ما که ما بالاخره در این زمین ها شکست میخوریم، یه چیزی موهومی است، یه چیزی ساخته از ذهن خودمون است، یا که واقعیت ما میبینیم، یعنی میبینیم که ما رشد نمیکنیم، پیش نمیریم در این زمین ها. نظر شما چی است؟ این امکان دارد که با شرایطی که ما داریم مثل یک فیلم پایتخت بگیریم، مثل اون فیلم 40 قسمتی که شما در چین بازی کردید، مثل این تئاترهایی که شیخ سران را بردن در قزاقستان میمونن کارگردان های ما و در دیگر جا، مثل همینا میشود کارهایی کرد؟ و یا چی است اینجا استاد؟ من میخوام خیلی صادقانه بگم، چون شما مثل یک بازیگر، مثل یک طبیب است که شما باید اون جراحی کنید و همون آنالیز و پیش‌فرض‌های خودتون بگید که واقعا چی میشود و چی رخ میدهد اینجا. چون خیلی ما نگران هستیم. اینم از صحبت ها و تجربه های افرادی که این طرف اون طرف دنیا میان و میان با خودمون قیاس میکنن استاد. این وای من فریاد من بود که ای کاش همین سوال نداده بودی. چرا وقتی که مثلا از یعنی 2 سال آخر زیستگی ها جاهای مثلا گپ میزنی، حرف میزنی که بالا رفتن، اما مثلا مثل که دین پرستو جنبست شد،
یعنی من بیننده عادی بودم در همین یک نفر، یک تماشابین. همشهر، یک گرجدانین، یک شهروند از همین شهر. من میرفتم میدیدم و اونقدر بد نبود که ما بگیم که بانگ خطر زنیم. مثلا کار بچه های کانیبادان خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، اینا نادیده نباید گرفت. فرهاد اون بچه نیست که مثلا یک ناخواست از کجای از پیش راه برآمده باشه. فرهاد در طول چندین سالهای آخر ما میبینیم که زینه به زینه میره بالا. این یکی از همون بگیم همراه راه رو در کنار محیدین مظفر، یعنی اینا هر دوشان برابر ترقی کرده و حالا راهاشان عوض شد و خوشبختانه مثلا عوض شدن راهاشان ما را این گونه نمایش را داد که خیلی خوب بود. من از کار بچه های دنغره خیلی خوشم آمد. یعنی همین روایت سغدی آهنگی اولوغزاده اون چی که میخواه نخواست بروز کرد از نمایش، هرچند بسیار چرکین بود. بازیگرها گوش کرده نمیتونستن، دیده نمیتونستن، اما در جمع معنی بیرون آمد که این خیلی مبارک است. بچه ها یاد بگیرن. این بعد ببینید ما گاه ها میگیم که نداریم همین چیز ما را خراب کرده است. بعضی چیزها را داریم، همین بگیم داریم داشتنمون زیاد میشه. هرچی نداریم بگیم هرچی نداشتگیمون معلوم شدن هم میگیرد. یعنی همین فرض کردیم من و چهره که پسر من را بازی کرد، وقتی که ما سفر رفتیم از همه خواتیریم همین بود. یعنی من از همه جای ضعیف منو چهره نمیرنجیده است از این گپی من. خب من فکر میکردم که خیلی بد است، یعنی چرا فیلم بازی نمیکنه، یک گله کارا رو کردگی نیست اونجا درجه دیگر درجه منو چهره کجای اینجاست اونجا کار کردن مشکل میشه. اما خوشبختانه خیلی خوب بود. یعنی ببین ما بگیم خوب است خوب میشود. یک باره منوچهر از همون جایی که داره رفت جایی که اونا هستن و کارگردانامون هم در این فستیوال جاهایی که مثلا کجای هست میایم بالا و یکی صداشو نمیشنویم. این خوب است، ما باید ناشکری نکنیم. خیلی کم بودی داریم. برای من آه کشیدم که یعنی چی کار کرده میتونیم. یعنی بچه های متاسفانه انکنون سر کار میآیند، بخصوص در کار هنر، که خیلی مثلا ببینید یک آدم اگر فقط پوستی بدنش بگیریم مثل تصور کنیم که خراب کرد، یعنی چیز خالی. یعنی این وجود باید از پایان پر شده بیاید. عقل، فراست، دانش، اخلاق، همه چیز. بین بچه های ما گاه ها میشه که حدود 15 سال از این وجود خالی میمونن، کاواک میمونن، خس، خاشاک، هر چیز پر میشه اونجا. بعد از بالاش مثلا مثل سیمان نمیدونم قوم بعد میشه، یعنی کتابای خوب خواندن سر میکنن، دنیا را میفهمن، اما اون کاواکی و اینا خلال میرسن، اما تاثیر اون میرسن. و ما کاری کنیم که بچه هامان یعنی در آغاز کار اون مثلا همون کاواکی را با چیزای پر کنن در خانواده هاشون، در مکتبی میانن که بعد این پوری نتیجتیه. حالا بچه‌هایی که از خودشان صدا میتن نیمی بدنشان خالی است. انا چرا ما کمبودی داریم و متاسفانه من از خیلی چیزا راضی نیستم. نمیدونم مثلا چرا ما یک کینوی تاریخی ساخته نمیتونیم، چرا هیچ شروع کرده نمیتونیم. همین مثلا فیلمی جامی و نوایی چند سال شد، بعضی هم میره ما نمیدونیم که شروع میکنن اینا. ما وقت دلمون گرم بشه که انا شروع میشه. خب نمیدونم چرا این چراهایی هست که باید بگیم. استاد این که شما وقتی که در جاهای بودید خیلی با حرارت و با محبت حرف میزدید، این واقعیت هست. این واقعیت باید بگیم که
پس از این معلومه اونجا واقعیت است استاد. چون وقتی واقعیت هم میگه دروغ نمیگه، چون واقعیت است. شما در چین بودید دیدید قدرت پیشرفت سیموف، شما در ایران بودید دیدید. همین که شما نگوید وقتی آواز صداتون صد آرام میشود و خب شاید این همو جسارت نداریم بعضی چیزا رو بگیم، بعضی واقعیت رو بگیم. این است که میکنه که مثلا چیزی کسی به کسی نرسه. مثلا ببینید این بازی شما هم بجز بازیگری شما بازیگری دیگر اکتورا این یک سوالای دارد، یک بحثای دارد، ولی چون ما میخوایم به عزت کس نفسی کس نرسیم، چون موضوع ما نیست میگه مطرحش نمیکنیم. ما موضوع در کتابخانه در منبری که امروز ما اینجا است، ما چیزی دیگر است، یعنی اندیشه است، فکر است. ما با کمبودیای دیگرا کار نداریم. ما میگیم فکر با وجود اندیشه با وجود بیاد. وقتی شما این سوال وقتی باش بده شما حرارتتون پایان می آید و دیگر آه و واه میکشید، البته دیگر برای بیننده خودش معلوم است دیگر شرط نیست که شما کسی را تحقیر کنید، کسی را توهین کنید، برای کسی بد گویید، البته این خودش یک نگران کننده است و واقعا ما نگران میکنیم، نگران میشیم. نقطه آخر از بعد آه کشیدن احتمال همین هم گفتن در کار است که ما این کمبودی هایی را که همه میدانیم و از خود تا بزرگی همین ساحه میدانیم به وجدان اونهای میسپاریم که یعنی وظیفه‌شون است، مسئولیتشون دستشون است. یعنی اصلا جایی که مثلا در چرخ خاده زدگیان همونایان اصلا نمیدونم به وجدان شما، به وجدانتان. بسیار شاید اینا ببینن میگن که وقتی که استاد قربان صابر اینجا بازی میکرد اینجا و این فیلم های بیرونی و خارجی و چرا فرهنگی خودش نمیبیند و اینا نمیبیند، این منبر هم همین است و جای شما صحبت میکنید که گفتنم اون مسئول باید درک کنن که نه به خاطر بدبینی نه به خاطر کسی، یعنی مسئولیت ما پس پگه که این فرهنگ و این تمدن شکست خود نگن که همون قربان کجا بود آخه، چرا صدا بلند نکرد، چرا حرف نگفت. و منظور ما مقصود همین است. شاید من فیلم خوب گرفته نتونم، شاید من بازیگر نباشم، شاید من تئاتر و فیلم اون قدر نفهمم، ولی وظیفه‌م همین است که استادا را بیارم اینا باید بگن مسئولیت ما گفتن است، حرف ما گفتن است. استاد فعلا دیگر با چی کار بند است در مسئله این علم و دانش و کتاب، چی کارهایی را میخواید انجام بدید و این صحبتتون خلاصه کنید استاد و پیامتون به بیننده فیلمی پایتخت و بیننده های برنامه کتابخوان صحبت خلاصه کنید استاد، جمع بس کنید برنامه. خب نباشه من کوتاه باید بگم که زمانایی که مثلا من در هنر استفاده نمیشم و همه وقت یک قلم میگیرم، کاغذ میگیرم و چیزای از ذهنم که ریخت همونا رو مینویسم. به حالتون است. بله. و همین یک 5-6 سال پیش فیردوسی را من اجرا کرده بودم که صاحب جایزه شد و فلان، خدا رو شکر. خب کسی در خوشش آمد، کسی در نه. ما قطعی جناب برزو یک صحبت طولانی داشتیم که خیلی شدید بود و انا همین چیزا باعث گشت که من گفتم درباره فیردوسی یک چیزی می نویسم. چرا در ارتاردا بهترین نقش مردانه گرفتم و گفتم یک چیزی می نویسم و بعد یعنی ببین فیردوسی شاهنامه و ناخواسته که مغز من درک میکنه که از زمان فریدون تا زمان یزدگرد فقط این طرف بالایش میمونه شاههای پیشدادی و این طرف از فریدون که اینم شاه پیشدادی است تا یزدگرد ما روی صحنه آوردیم این نمایش را. نمایش فریدون بود، نمایش رستم و سهراب، نمایش مرگ یزدگرد، رستم و اسفندیار و فیردوسی. 5 نمایش اینا مرا خلق کردن، این مسئله مرا فرو برد و یک روزی رسیدم به جایی که این نمیشه در یک مقاله جو کرد، این همش باید نویش. چه اینقدر خاطره است. فاروق قاسم نامش هست، یعنی شما بخیر، خدا رحمت و مغفرتش بگردانه. خب دیگه کارهای بد کردگی من همش و خلاصه من مجبور شدم که حدود 7 سال بالای این موضوع بشینم و شاهنامه را تقریبا 4 بار اگر که خطا نکنم با جز استثنای آن که یعنی زمان 26-27 سال پیش مراتبه اول شاهنامه کلان شاهنامه اصلی را خوانده بودم، بعد این 4 مراتبه دیگه خوانده، یعنی 4 مراتبه با فرهنگ و با فهمیدم، این مطالعات هست دیگه خواندن است. ما درک میکنیم تو وقتی کسی میگه ما این گونه میخونیم، یعنی با قلم خوانده شما. بله. و ناخواست من در شاهنامه
پیدا میکنم که فردوسی اولین پرودوسر عالی هنر است. بهترین. اول یعنی فردوسی وقتی تصویر میکنه قهرمانا را میانش میگه انا، کتفا میگه من. این همان نقطه هست که پرودوسر درباره فیلماش باید فکر کنه. و یکی نخست من پیدا میکنم که فردوسی هیچ در تمام دنیا اگر که ردیف مانیم بهترین اپراتور آواز است، یعنی بهترین کارگردان آواز است. چرا صدای از نیام کشیدن شمشیری رستم، سهراب یا سم زدن اسب رخش از هزاران کیلومتر گوشش میفهمه و نوار برداریش میبرداره، از 1.5 کیلومتر تا 4 کیلومتر تصویر میسازه شاهنامه، در شاهنامه فردوسی و بهترین ریژیسور است. یگان نقطه نمیمونه که از تصویرش بیرون مانه. و من یکی میفهمم که بهترین کارگردان، بهترین صدابردار، بهترین و همه این فردوسی است. و من در این باره یک کتاب جمع شد که به همین زودی من نه ما منتظر شدیم که به زودی نشر بشود و یک صحبت دیگه اینجا انجام میتیم درباره این کتاب استاد. و همه بیننده هایی که حساب و حساب ندارن میلیون ها هستن و مخصوص برای اونایی که از حرف مشاهده کمک رنجیدن که نمیدونم از کجای یک کلمه توهین آوردن در مقابل مردمی ایران موندن که این کاملا نادرست است. من میخوام از همین منبری بسیار آزاده بگم که هرگز این نیست. من هر ایرانی را همچون برادری خودم، همچون خواهر خودم، من نان و نمکشون اینقدر خوردم، اینقدر رفتم آمدم که این خب دیگه این چیز کسی میخواه که فرض کرده میگه کمک موضوع را اون طرف کنم. این نیست. و خلاصه خواهر و برادران عزیز و خواهر و برادران تاجیکی ما همتون ببینین فیلم. و فکرم از فیلم بجز محبت هیچ چیزی بیرون نشد. وقتی که من دیدم با آن که در فیلم حضور داشته میدونستم که حاضر چی میشه، اما بارها اشکام ریخت و گاه از خنده در مثلا من بسیار وقتی قدم زنی ها میرفتم آدم ها گاه نگاه میکنم در خودم فرو رفته میخندم و گریه میکنم. خلاصه زنده باشین. تشکر و موفق. سلامت باشید استاد. ما امید بر اون میبندیم که روز این گونه فیلم ها، این گونه لایه ها در تاجیکستان با وجود بیاد و در برابر استادانی که درباره صنعت و هنر و فیلم صحبت میکنن، ای کاش ما در اینجا بحثی گرم درباره نانو تکنولوژی داشته باشیم، درباره اتم و فیزیک و شیمی و این دستاوردها داشته باشیم. و آرزوی ما در نهایت این است که همه گونه اندیشه، همه گونه فکر، همه گونه پیام خب هم هنر است، هم عالم است، هم دانشمند است، ما را به سوی کتاب، به سوی اندیشه و به یک جامعه اخلاق محور برساند و شاید همین جامعه اخلاق محور بتواند در آینده از اون خطرها و فاجعه هایی که ما در روبرومون هست و شاید هر روز به اون نزدیک میشویم ما را رها کرده باشد. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورتان.